پدر و مادر میگه والدین، یعنی اگر والدین راضی باشن پدر خداوند راضیه. خدای نکرده اگر پدر و مادر راضی نباشه عملی تو هیچ خداوند قبولی نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و اگر شما بخواید که خداوند از شما راضی باشه، همین دو کسی که در خانه‌تونه او را احترامشون داشته باشین، الله سبحانه و تعالی از شما را راضی میشه. پدر و مادر اینقدر گنج عظیمن که بزرگن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که هر کسی که در خانه‌اش پدر و مادر باشه اوجا خیر و برکت رزق و روزی زیاد داره. هر کسی که میگه برای پدر و مادرش در نماز دعا میکنه یا غیر نماز سر قولش نماز دعا میره وقت دعا میکنه یا که در زندگیش دعا میکنه، هر وقت در نودگی پدر و مادر میگه خدایا پدر و مادر مرا نگاه دار، او بچه میگه رزق و روزیش وسیع میشه، برکت میوه. اینا ببینید شانسه. هر کسی میگه طرف پدر و مادرش نگاه میکنه اینقدر میگه خوشحال میشه، بخنده نگاه کنه. خداوند با واسطه همین محبتانه نگاه کردن خداوند تعالی تمام جهان در میگه یگون ثواب بس چیز نمیبره. یکی قرآنی عظیم شان نگاه کردن ورق زدن، دوم میگه خانه کعبه را ای پیش دیدن در تلویزیون و در چینی در جای نماز ای پیش میگه نگاه کردن، دوم سوم میگه پدر و مادر با چهره محبت بخنده نگاه کردن، تمام میگه ثوابش چی میشه. پدر و مادر شرط نیست که انسان بگه من بچه‌م خفایم یا که میگه بچه‌م مرا دلم شکستی. پدر و مادر پیر شید دلش مثل یک چراغ میشه، چراغ لامپا. میگه دل دارم از شیشه نازکتر، اگر گرد و غبار بشیند میشکنه. دل که زیق پیر شید او دیگه شیشه میشه، او دیگه بچه را نمیتونه بخیزه بزنه جنگ کنه، بچه زندار و کودکدار دیگه نمیتونه رو چیکاره. مصیبت چیکار میکنه؟ هم تا سرش خم کرد بدون که یک الفت و یک بلا میزنه، یک الفت میزنه. شوخی نیست ای. میگه نگو که دل مرا بشکنی این صدا ندارد، این صدا روزی قیامت خواهد بلند شد. دلش هم بشکنی یک هم شکستنش چه؟ میگه بچه هم خیلی که بگه ایو تا نمیرم، بگه تمام دیگه دل شکست. اینقدر پیر میشده نازک میشده که میگه که همه وقت پدر و مادر گپ زد بگو چشم اوچه جون، چشم اوچه جون، کارش بود نکنه که در پیش چی بگو جوابی مثبتش بده، برای ناراحت میشه. اگر ناراحت چی دیگه برکت نمیابی. ناراحت چی در پیری در این بچه همین کارا میکنن. امروز جوانا چه خیلی شیدن که ای یهود و نصارا پیروی کردیسن، من اس ام اس بسیار میام مولای صاحب پدر بچم پرستای برفته نمیایم. فرزندی که پدر و مادر در پیری میپرتوین میره و نگاهش نمیکنه، اینا یادش نبروره که پیر میشوه خودش در دام پرستاریخ میره و میپرتوینش، یا که سکس راکش نمیگیره در دنوی خونه میبره بو میگیره. این شوخی نیست ای. میگه آبروی اهل دل از خاک پای مادر است، هر چی دارد این جماعت از دعای پدر و مادر است. او پدر و مادر یک کف دعا که خدا مولای صاحب نگهدار باشه، خدا عالی وظیفه دار کنه، فلان مقام دار کنه، خدا سرمایه دار کنه. این دعای انمو کمپیر موسی دعای و شمشیر وری بده. دعای او میگه آبروی اهل دل از خاک پای مادر است، هر چی دارد این جماعت از دعای مادر است. مخصوصا بنده شما را میگم توصیه میتون بشینین انالیز کنین. کسی حاکم امیر پادشاه میری شهر سلطان وای ستاره امام اعظم نگاه کنین زندگی ناش بخونین، همه و خدمت پدر و مادر کردگن، دعای پدر و مادر گرفتگی. کسی من آدمای را میدونم، حاکمای میدونم در همین تاجیکستان زنگ میزنه اوچجا نتونستم اومده یکی دو بته که سروچ نه شف گفته سر بیو من مجلس در گزم زنگ میزنه سر که اوچ دو بته من برم با میدونم که دیگه دوم زندگی میکنه سیم دو تاش خچت یکم دو اوچش میدره با پیزی پادیش میره اوچش درس او اینا میکنه اوتش نگاه نمیکنه. او آدم هم دیدم چی شده سای ای آدم هم دیدم که دوی پدر اگر و مادر اگر چی شد ها پدر و مادر هم که دعا کنه خدای پروردگارا خاک بگیری زر بگرده، خدا خاری را نبینی. دو خصوصا قبلگاه خدا مادرم در 5 سالگی بود مریض همین آب پخشید چند جمعه بردمش که جای میگو در دلم نمونه که همین چی طبیب و چی ملای بود بردمش که همین مادر چی نشوه که فقط همین که در دوری ماشین همین خیلی که خدا پروردگار بچه‌م گفت خاک را بگیری زر بگرده. خدای تعالی هیچ وقت خاری زلیل نه ای بلا و مصیبت نگه داره. سال 2000 در بالای نمیک مست تکستیل 4-5 ماشین زدیم، 2000 شاو زدیم، 2 کس مرد، یک کسی دیگه همین آبنون بود آویده بود گجای بود همین چیز شکست، همین چیزی چی بگن که دیسکش شکست.
چند کس همی خیلی ماشین در همی کپوت پیش همی خیلی اومدن همی جمع در ایستاد کسی میدر اومد میستاد و گفت که این ماشین پیشگیش مرده ای تو مایم که حیران میشید خداوند همون روز مادر من به بنیسته خبر کردم حق بومدم گفت که خدا پروردگار نگه داره مصیبت اومدم دوشنبه که هم خیلی فراکست چی خدای طول 3 کس در پیش مرد زدن چند کس معیب شید ماشینم خیلی بولد تکستیل ما ایسین تکستیل مثل ایسین نیو مست مبروین هم خیلی توق میخورد ما دیگه هم میزنم و ماشین پیش بیم تا زده میره دیگه خدای طول دوای پدر مادر خیلی هر کسی پدر مادرش خداوند نگاه کرد او را خدای طول نگاه میداره میگه پدر پیغمبر است و مادر فرشته خداوند هر دو را در قرآن طور نوشته پدر انسان است و مادر جان انسان پدر میگه نفس است و مادر را عقل دان ای برادر عزیز این دو گنج عزیز رو هرگز مرنجان این دو گنجی که امروز من خصوصا همه عزیز در چی شدیستم حسد خوردیستم که ماشاءالله پدر مادر زنده پدر مادرش در زندگیش خیلی احترام میکنه ایره هر یک جوانی با ناموس باید همین چرا کنه که ماشاءالله پدر مادر که در زندگیش احترام شود در زندگیش لباسی نفس که کفشی نفس که در زندگیش گوشتبیرون میوه را پوست که حجش روی که پنسیت بهترین زمرت و چیه بهارستان رویش که بعد ای مرگش دیگه او گو میکشی گوسپند میکشی دیگه میره سری گوش در سنگ مرمر میمونی او دیگه همش هیچی بیفایده ای در زندگیش احترام شود میگه بعد مرگم گریه بسیار مکن بعد مرگم ناله و فیغان نکن گر قدری من ندانستی در دوام زندگی بعد مرگم میگه خیر احسان در کار نیست در زندگی که بگو تجانی چیال داری بیا خبرش بگی 100 سوم در ایکسش بته 100 سوم در ایکسش ایش به ایش گپ زنه داشا بگی او میگه که بچه میچی در کار نیست میوه را بیار بمونش و تجان بگی نه توی رفته نه توفلی را نه کرتر را پوش انشالله خدای تعالی در پیرید یک بچه شیری نرد میده که همه ای رست خدا را تکریمت میکنه یا نه خدای تعالی اینقدر بزرگه که خودش میگه که اگر شما و ما یعمل مثقال ذره خیر یرا و ما یعمل مثقال ذره شر یرا اگر شما مثقال ذره خیر کردید ما در عوض خیرت را میتون بدی کردیرم دیو بدی را میبینی خیر تمام میگه از شما چی فرق میکنم خالق خدا ما مخلوق خالق مخلوق چی فرق میکنم معناش میدونی چیه مخلوق 100 بار خوبی کنیم همیده یه روز نکنیمش فراموش میکنه خالق خیل نیست خالق یک کس یک پیاله چای داده یک کس نمره تلفن داده یک کس سوال کرده یک کلوب تا قرغن آورده یک کس 10 سوم داده که نیره بگی نسکی بخر یک کس یک پیاله چای یک پیاله آب داده اجر کومین ده الله ده همین دنیا 700 برابر میته در آخرت اینا خدا میگه انسان از کلمه نسیان گرفته خطاکار فراموش میکنه میگه ای بچه ما خدمتش میکنی چی میکنی از زوری خودش مینداره میگه باید دالجنی باید تو بکنی یعنی میندار نمیشوه 100 بار در خونه میاد کارش میگه میگه $100 بده ندادیش تمام خش تاور میگه که او یا نه آدم یا چیه خیلی یکی الله سبحانه و تعالی 40 ساله نماز نمیخونه 40 ساله غیبت میکنه 40 ساله شراب میخوره 40 ساله زنا میکنه دنبال معصیت و منکرات دنبال دل میشکنه بازم خداوند ببین چه صابره سمع این الله یحب الصابرین خدا خودش میگه من صابرا رو دوست میدارم این الله مع الصابرین صبر شبین با این زنا کیسه مثل خداوند صبر شبین میگه 70,000 مرتبه پروردگار ای پدر و مادر در مهربان بوده مهربانیش چی میده مفتاح یا بچه شو عزیز کی با خدمت کنه اسلام ده در روچنی کنه میکشیده در یک مت میتونه خدای تعالی اینم یک ویروس آورد یا خونه برآمدن نتونستی میتونه که یک همین گاز میته آوری میکنی پارالیچ میشه میزنی هیچ وقت شتگی فقط آب میچکنن نه که پروردگار که نیگو بزرگیش ایما اوتش فردوره دو بار بچه‌مون رو بگیم همین کارو بکنیم خیلی بیور نیوره سه بار گرم نمیزنیم درش هوی نمیگیریم دیگه نمیکنیم یک خدا رو ببین خیلی مهربونه 40 سال نافرمانی میکنه بازم کو میگه ولی ان شاء الله میاد ان شاء الله یه روز میبینی ها او خدای تعالی رو چرا نماز نمیخونه